به فرض از یه ویو که حالا مناسب اینجا میشه ویو فرانت از بغل بکشمش رو اکسترود کنم، یا همین سطح پلیگانش رو به صورت لوکال اکسترود منفی میدم. جداره فریم من چنده الان؟ 5، شیشه رو من 4 میل میگیرم. من دو تا پلیگان دارم، از دو طرف میخواد به داخل اکسترود بشه. 2-3 احسن 2-3 به داخل اگه اکسترود بکنم، یعنی منفی 2-3 اگه بزنم اون وسط. به نام خدا، مهدی جدلی هستم، کارشناس ارشد معماری و مدرس نرم افزار مجتمع فنی تهران. در حال حاضر با دوره 3D Max و ویری همراه بچه‌ها هستیم که بچه‌ها توی این دوره میتونن ترسیمات دو بعدی خودشون رو توی فضای داخلی و توی فضای خارجی به صورت خیلی جذاب و طبیعی مدل سازیشون رو انجام بدن و در نهایت با پلاگین ویری بتونن خروجی خیلی جذاب و واقعی گرایانه‌ای رو از کلاس خروجی بگیرن. بچه‌هایی که میخوان توی این دوره شرکت بکنن پیش زمینه خاصی آنچنان نمیخواد، فقط باید یک نرم افزار دو بعدی یا به اصطلاح ترسیمات دو بعدی رو چه خودشون چه از طریق کارفرما در دسترس داشته باشن که بتونن داخل این دوره شرکت بکنن تا بتونن شبیه سازی سه بعدی خودشون رو به کارفرما ارائه بدن.